خالای عبادت مقبوله و 80 سال دارد. از سن 12 سالگیش تا امروز بیشتری عمر خود را به هنرمندی گذرانده است. امروز فرزندان و نویدگان در پهلوی او از هنر دوزندگی نازکی‌های کسب می‌آموزند. میگوید که این کسب برایش میراثی بوده، از مادر و بیبی کلانش آموخته تا امروز چندین شاگردان را به این هنر جلب نموده است. من از گذکیم 12 سالگیم فقط شیرال، نمال، تاقی، جمالک انمینای میکریم و بازار میبردیم میفریختیم. زنی همه کم کتی و یا تاقی میدوخته یا نمال تاقی هم میبردن بازار میفریختیم. یا دامه میخریدم. من همین هنر در دختر کلانه یاد گرفتم. باید گفت که در همه دهه‌های تابع جماعت قراتوق شهر ترسونزاده هنرمندان خیلی زیادند. آنها ابراز می‌دارند که از همه گونه اندازها آزاد نمودن پیشبرنده‌های هنرهای مردمی اقدام نجیب است که رشد هنرهای مردمی را باز هم در تاجیکستان عزیز زیاد می‌نمایند. مقصد همین برگزاری همین چهاربین پیش از همه جانبداری از سیاست پیشگرفته خردمندانه جناب عالی محترم امام رحمان که ما در هم‌آوازی با اعلان شدن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی همین چهاربینی رو دایی کرده شدیم. علاوه بر این هر دهه علاهیده باز همین گونه چهاربینی دایر نمود و دوام مثال ما تصمیم گرفتیم که دایر با موضوعهای علاهیده در دهه‌های علاهیده همین گونه چهاربینی‌های فرهنگی دایر نماییم. در چهاربینی از جانب خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی تابع جماعت دهات قراتوق نیز نمایش هنرهای ملی، نمایش برنامه‌های جالب تشکیل و پیشکش حاضرین گردانده شد. با سبب همین خیلی جوامع‌ها من که تمام عنعنه‌های گذشته ما گویا که از نو زنده نمودیم و در این جوامع‌ها با مردم ما خیلی روح بلند شدن، خیلی انکای یا خیلی نمودهایی که هنرهای ملی که به مانند خوراک‌های ملی، به مانند دوخت دوزهای کشت دوزهای ملی، به مانند منمی رسم و رسوم‌های ملی هست، هر خیلی بازی‌های ملی هست. هوای‌های همه ما نظر با شنود شدیم با جوان‌ها با اون خردانی که از این کار بی‌خبر بودن، آنها این کار را با دیدن خیلی به همه معقول شد. واقعا هم هنری دستان مادری تاجیک دیدنی است. خالای عبادت مقبول و نیت دارد این هنری میراثی خود را به دیگران نیز آموزاند و محصول دستان خود را همیشه در نمایش‌های هنرهای مردمی پیشکش ساکنان و سیاحان خارجی گرداند.